با سلام خدمت دوستان عزیزم. امروز آموزش سوپ گندم و جو رو داریم. مواد لازم: نصف لیوان گندم پوسکنده، نصف لیوان جو پوسکنده، 7 عدد گوجه رنده شده، 2 عدد پیاز بزرگ با رنده ریز، 3 عدد هویج متوسط با رنده ریز، آب مرغ صاف شده، گشنیز و جعفری خشک شده به مقدار لازم، مقداری هم سبزی کوکو البته بدون سیر و تره، 1 عدد سیب زمینی کوچک رنده شده. ادویه ما هم نمک، زردچوبه و فلفل هست به مقدار لازم. موادمون رو ما داخل زودپز میریزیم، چون که گندم و جو پوسکنده داخل زودپز هم سریعتر آماده میشه، همین که خیلی خوب جا میفته داخل زودپز و نیاز داره که در یک فضای فشرده پخته بشه. موادمون رو که ریختیم به مدت 1.5 الی 2 ساعت زمان لازم داره، ولی حواستون باشه که سر بزنید حتما. من خودم بعد از 1.5 ساعت در زودپز رو باز میکنم که ببینم آیا در چه مرحله هستش که پخت غذا. ولی معمولا با 1.5 الی 2 ساعت جا نمیافته. باید اگر دیدید جا نیفتاده در زودپز رو باز کنین، 1 مقدار آب جوش اضافه کنین و بگذارین که نم نم ادامه پختش رو بره. با 2 ساعت میپزه، ولی جا افتادن مواد خیلی متفاوت هستش. گاهی اوقات میبینین که جا نیفتاده، باید قشنگ مواد در هم تنیده بشه. خب من خودم 1 قاشق روغن هم اضافه میکنم. شما اگر دوست داشتین میتونین اضافه بکنین یا نکنین، دل بخواه هستش. امیدوارم که از سوپ ما لذت کافی رو ببرین. نوش جان.